به همه مراجعان رسانیده می شود که وقتهای آخر کارمندان این دو ایروپورت از مهاجرانی که در روسیه مدتی دراز به پتن و یا به رجیستراسی فعالیت کاری میبرند در وقتی برآمدن پول میستانند، یعنی پاره میگیرند. از $100 سر کرده تا 15,000 روبل. گویا این مبلغ را نتی زپرید میمانند و یا 3 سال 5 سال در آمدن نمیتوانند میگویند در روسیه. آنهایی که پول را دادند و تاجیکستان رفته پس از 10 روز میبینند الکی در زپرید هستند. برای همین پول را بی فایده ندهید برادر عزیز. این یک پاره‌گیری است برادر عزیز، یک فریب مردمی مهاجران تاجیک است برادران. از همه گیتون خواهش میکنم که همین خبر را پهن بکنید برادران، یعنی همین نوار ما را در هر جای میتونید در این ماه با طریق دو برنامه‌ای که هست پهن بکنید، چی در واتساپ چی در ادنا کلاسیک، در همونجا پهن بکنید که برای نفع مهاجران است تا که فریفته این پاراخورها نشوند برادر عزیز. خودتان میدانید که چند قدر در روسیه کار کردن بسیار مشکل است. باز این پاراخورها پیدا شدند که پول مردم تاجیکستان را میستان، پول مهاجرها را. برای همین هر چقدر این خبر را پهن بکنید ان شاء الله ثواب میگیرید. در همین گروپ ها پهن بکنید، در گروپ های ادنا کلاس میگی در این ماه فضیلت بکنید ان شاء الله ثواب است برادر عزیز. و آنهایی که شاید سخن ما را شنوند پاره میگیرند از الله بترسند. پاره حرام است. هر کسی که پاره میگیرد الله مخصوص یک آتش جهنم را در جهنم آماده کرده، بعد از وینیش پاره امروزه گرفتش را در آخرت میکشد. خبر امروزه همین بود برای مهاجران. همتان را مهاجرها به الله میسپارم. الها ساق سلامت در وطن خود، در وقت در نزد پدر مادر خود، در نزد همسرهای خود، در نزد فرزندهای خود الله متعال برده برساند. سلام علیکم و رحمت الله.